شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه، باز رسیدیم به دیداری همدیگر و این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است. مهمون نوبتی برنامه خونی تاجیکستان امروز نفری است که من فکر میکنم که حجت به معرفی را ندارد. مهمون نوبتی برنامه خونی تاجیکستان هستند هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان رخسار صفیه. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ خوبیم، خدا را شکر. خوش آمدید. سلامت باشن. سلامت باشن. خونی تاجیکی که بهترین دیگر چیه که در دوام برنامه برموندگیش میگم. بله بله. واقعا دوستان عزیز ببینید که همون میزی خوراکخوریه که میخورند، خوراک میخورند سحر و نصف روزی و شام اپای رخسار با همون این برای شما بار دیگر میگویم بیننده‌های عزیز که محض برای برنامه ما نیست. انمی خیل خوراک میخورم و شما در انمون تمام پیشنهادها و برنامه‌ها و انمون برآمدهای اپای رخسار دیدید که فقط لباس ملی رو ببر میکند. بار هم نشده است که یگان خب ارنامنت ملی ببر نکرده باشد اپای رخسار. خب میگذاریم با خوراک امروزه. امروز کدام خوراک رو آماده میکنیم اپای عزیز؟ تشکر زیاد. من البته با درخواستی بعضی بیننده ها و شنونده هایی که خیلی زیاد مراجعت هم میکنن بعد هر یک برنامه‌ای که ما تهیه میکنیم، یک وقت یک آزمونی بود و در همونجا من تصادفاً همین خوراک از همه ملیه که برام خیلی خوشایند است، برای حتی همون نفرایی که میخورن برای اونها هم بسیار بولذت است. بولذت است. شکروی چهارمغزی با فطیری در لهجه تاجیکی بگیم کور فطیر میگیم، یعنی که فطیر ورقی نیو، این فطیری که به یگون ورق به همین تیار میکردیم. بسیار همین سر و صداش بسیار شد. بعضی گفتن که ما از نفرای شنیدیم ما میرا ندیدیم. بعد من همیشه فکر میکردم که باید یک برنامه دیگه تهیه کنیم، همیرا شکلی درست و تیار کردن و به سمع بیننده ها رساندن. بار دیگر باید من همین چیزا حتما کنم. بهترین دوستان عزیز، من فکر میکنم بیننده های عزیز شبکه سفینه، خاصتا دوستداران و شوقمندان برنامه خونی تاجیکستان که امروز که دیدید انمون محصولاتی که هست در خاندان هر یکی ما و شما هست. یعنی اپای رخسار امروز خوراکی را آماده میکند که اولش تاریخی بسیار قدیمه دارد، دویمش محصولات های کم استفاده می شود، سیومش بسیار لذیذ است، چهارمش خوراکی صرف تاجیکی ملی است. خیلی خوب. من فکر میکنم که انمین آشپزخانه شما رو یک چی میگویند روحیه ملی فرا گرفته است. بینید که خب لباس ها و من دیدم در اینجا یک چند تاقیه که بود من بسر کردم. بیننده عزیز که چگونه است من نمیدونم. تاقی کم سمالا بود دهه یک دهه که من با بایر هستم. من همین تاقی چون این تاقی خیلی عالی، خیلی عالی. حتی مثل که یک خوراکی که بسیاری ها نمیدونن همین تاقی تو حتی فرق دارن. درست است. یعنی من گفتنیم که طول چند وقتی که این برنامه رو تهیه میکنیم اپای رخسار، من فکر میکردم که شماره خوراک های ملی بسیار محدود است، لیکن وقتی که من در این طول این وقت دیدم و فهمیدم از تمام مناطق تاجیکستان خوراک آماده کردند، میبینم چقدر بوی است. یک خوراک ملی ما چقدر بوی است، یعنی چقدر زیاد خوراک های گوناگون هستند و امروز یکی از خوراک های آماده میکنید شما که تاریخ خیلی بوی دارد. میدونی چی جمشید جون؟ خب این همه خوراک ها جای همه خوراک های ملی قدیمی مونه یگان خوراک امروزه گرفتن نمیتونه. درست است. چون که وقتی که با واسطه اینترنت و اینقدر شبکه هایی که هست که نمایش میدین که از بسیاریش ضرر میگیره و همون مثلا کسی که میخورد استعمال میکند زیادش وقتی که یک چیزهای شیمیایی زیادتر هست با همه خوراک ها یگان چیز نمیبره. سالهای پیشین ببینید که وقتی همه رو مردم استعمال میکرد کسلی کم بود. کسلی کم بود برای که هر کدوم این یگون چیزی در این چیزی شیمیایی دیدن نمیشه. از کار دستی است. مثلا همین از درخت است که چهارمغزن، همین پیازی که در زمین میره یا که پامیدور، مثلا قلنفور یا که نه کبوتی هایی که گشنی چه پیاز. یعنی تمام محصولاتی که امروز هست همش طبیعی است. اکثریت یعنی 100% محصولات های خوراک های ملی تاجیکی صرف از خودمون است. مثلا اردی که خب گندمی که ارد میکنند و فطیر کرده شما بسیار لذیذ است. وارد شدیم به خانه شما بوی همین فطیر بسیار همین آدم رو چی میگویند به اشتها میآورد. از در زمین تاجیکستان میروید گندم.
ана ҳами ҳатто ман як камаке барои масалан орди сафед ҳатто орди асиёӣ илова кардам ҳам болаззат мешава ҳам шираи хуб мебарорад ҳам ба чӣ мақсад ман гуфтани ҳастам ки бисёр фоида дорад ба тану ҷон. ана бубинед аз давраи қадим барои чӣ мардум кам касал буд имрӯз дар ҳар сари қадам аз тифли ба дунё омода касал аст аз ҳамон хӯрокҳо аз зиёд аст барои чӣ масалан ҳамира вақте ки мо бо дасти худ тайёр мекунем ин чӣ қадар ҳам заҳматталаб аст ҳам зудтайёр нест ин зудтайёр бошад агар хӯроке ки зудтайёр бошад донед ки масалан ба ғайр аз широған ба ғайр аз масалан нашоиста ба ғарзи масалан ман саҳариё чӣ мепазам ана бисёри вақт ордбирён ки мекунам тайёр ё ки ширчой бо як алафе ҳаст ки дар мардуми кӯҳистон фақат мо ҳамира мехӯрем ров ин баъд тарҳавло ки бисёр ширин аст болаззат аст ин чизое ҳастанд ки ягон чизи химиявӣ дар вай дида намешавад ба ҳамин хотир агар тавониста бошанд ки бинандаи мо он нафаре ки ина пухта карда наметавонад бо диққат агар диққат бале барои ҷавонон махсусан ҷавон духтарон махсус барои ҷавонон бовар кунед калонсолон амирӯз танбалам бисёрш намекунанд ҳамин чизора вобаста аз оне ки имрӯз ин қадар кормо зиёд аст ҷамшидҷон мо ба хотири оне ки аз ҳамино бохабар ҳастем аз бибию бобиё аз модари азизам аз деҳаке ҳастам ман мехоҳам ки ҳамина бо диққат нигоҳ кунанд ва барои аҳли хонадон ва шавҳарои нозаниншон барои фарзандо омода кунанд. ҷамшидҷон суханони хеле олӣ. дӯстони азиз ман фикр мекунам ки шумо низ бисёр интизорӣ кашидед ки акнун зудтар апай морухсор омода кунад. шурӯъ мекунем баъд аз як вақфаи хеле кӯтоҳ шурӯъ мекунанд апай азиз ба омода кардани шакароби чормағзӣ. бинандаи азиз акнун апай морухсор шурӯъ мекунад ба омода кардани шакароби чормағзӣ. ман дар ин ҷо мебинам ин намаксанг ин дар ҳақиқат намак аст намак аст ин намак аз амо кӯҳи намак аст охи дар амон наздики геси роғуни мо яъне ки мо ҳамон совхозе ки зиндагӣ мекунам ҳамин намак дар ҳамон қаторкӯҳои мо аст дар ҳама ҷои тоҷикистон аст лекин ҳамин мардуми мо аз қадим ҳамин хел истифода дар вақти пеш ҳамин хел истифода мебурданд бо ҳамира тарошида тайёр карда бе ягон яъне ки гуфтанием ки ҳатто намаке ки дар ҳамин хӯрок меравад химиявӣ нест кимиёвӣ нестанд кимиёвӣ нест вақте ки мо ба ҳамин масалан майда мекунем ҳамаи ҳамин масолиҳа биробин чӣ қадар бамазза мешавад. ман фикр мекунам ки хӯрок бисёр болаззат меояд. аз чӣ шурӯъ мекунем? аввалан ман масалан аз чормағз хоб ина чормағза пештарак ман ба хотири уни омода кардам хоб агар иҷозат бошад марҳамат хоб ман ҳамин чормағза ба хотири уни омода кардам пештар ки бисёр масалан вақт ки танг аст мо зиёд вақта нагирем ба хотири ҳамин ман ина омода кардам бисёртарак пештарак яъне ки вақти моро зиёд нагирем аз ҳамин сар мекунам масалан нигоҳ кунам бояд модарову хоҳарони азизи мо ана бубин вақте ки мо ира лад мезанем ин аллакай намак мебурояда и бо баъди и вақте ки лад мезанем албатта дасту панҷаи тоза қатъи ҳамеша бале дуруст аст дастуи мо шуста шудааст бале шустагӣ ман амо дасткашакоро худтар дӯст намедорам медонед чо барои ки ҳамеша дастам омода аст тоза ҳаст мехоҳам ки маззаву лаззата фақат даст ҳис карда метавонам вақте ки ман дар болои ӯ як дасткашак мекашам ку ҳисси амон фаҳми яъне ки ҳиссиёте ки муҳаббате ки ба ҳамин хӯрок метавон додаш намешавад аз ҳама хуб ки тоза боша даст тозаву озода боша дасти анами хел бояд хеле олӣ ана гӯш кунед вақте ки мо ира майда кардем бо ин чӣ мепартоем ман ҳозир барои чӣ камтар аз иҷа сар кардам мо пиёза масалан иҷода як камеш майда кардам ман дидам ки ду нави пиёз аст ҳамира савол додани будам ки хуб камака калон реза карда шудааст инаш бошад майда барои чӣ ҳаст ин медонӣ чӣ ман ира ҳоле ба ҳамин намаксанг ҳамин хел майда мекунам ки дар даруни ҳамун хӯрок тамоман натова баъд ина аз болош бомерезем ба ин хотир аст уш майдаи дигар хеле сале вай барои хӯрдан болаззат шудан ана вақте ки бо чормағз и масалан омехта мешавад маззаш тамоман дигар чиз аст мегӯм ку дар ин на равған лозимай на гӯшт дар кора ин ҳамин як чизе ки аз ҳамон дарахтҳои чормағзои кӯҳистон мечинанд ҳозир ҳамаи бозор ҳамаи ҷо пур аст ҳеҷ масолаҳе нест лекин фақат кадбонуе бошад ки хуб чӣ бошад бале аз ӯҳдабаро бошад кадбонуе бошад ки меҳнатро дӯст дорад кадбонуе бошад ки хуб анамин дар ошхона хуб заҳмат кашиданро дӯст дорад ошхонаро дӯст дорад апай морухсор ман мебинам ки шумо бо як меҳру муҳаббат ман дар чанд ҷо гуфта буданд як кадбонҳои сину солашон зиёд буданд зиёда аз 80
و در خب کجای خونده بودم در اینترنت که پیش از همه وقتی که کدبانو خوراک را آماده میکند باید که یعنی نگاتیو نداشته باشد، حسیاتی بد نداشته باشد. حسیاتی بد مایلی همین قدر دوست دارد، همون محبت داشته باشد. یک محبتی خواسته که محبت به این داده تواند، این محبت علاقه خودش گرمیشه بخورنده به همون نفری که مثلا این استعمال میکند به اون میرسه. باور کنی که با دل زیق با دل نوفوران وقتی که خوراک تیار کنی که مزه نداره، هم مزه نداره، هم همون نفری که استعمال میکند باگون فلاکت دوچار شدن است. ممکن است بیننده عزیز از همین البته این شوخی است. بله. به هر حال همه چی که در زندگی اگر با محبت باشد، این می حتی می سنگ که نگاه چقدر تازه است. آخه اصلا باور کنی شاید من از کوهستان باشم به این خاطر دوست می‌دارم. من همین چیزایی که در اینترنت می‌بینم یگون چیزش خوردن نمیتونم، قریب که نمیخورم، استعمالم نمیکنم. یعنی شما بله من همین خیلی خصوصیتی خوراکای ملی واقعا هم خوراکای ملی لذتش دیگر است، مزهش دیگر است، احساسش دیگر است. اساسش این که خوراکای ملی تاجیکی رو بیننده‌های عزیز مادران تاجیک آماده میکنند که صمیمیت دارند. من در نظر دارم کدبانوهای زیادی هستند که عین زمان نیز بسیار خوراکای لذیذ آماده میکنند، لیکن پیشتر مثلا چگونه بودند؟ از تحت دل آماده میکردن، مهنت میکردن صبح تا شام. من به نزدیکی در ژورنال بانوان، یعنی که با یکی زنها هستن، بله. یک صحبت داشتم بانوان تاجیکستان، همونجا درباره تیزووا گفتن. اصلا مردم تصور دیگه نداره، فقط 3 سال بالایی میدونه این چیزا که در همون لوی مثلا دیدون همون چهلک میگیم ما. بله. بعد از اونی که خب نون رو از تنور میکنن تمام میکنن گرم، اینم یک کوسه یا که یک طبقه که چوبیده این قوی جوشمگی میریختن، این قزمو اینم این چیزایی که کبوتیایی که خشک کرده شده است، هم یک گردک میریختن، نمک یک قلنفور، همون اون تر میکردن میخوردن دیگه. باور کنی این قدر خوراکی که از اینترنت میگن در پیش او هیچی نبود، یک چیزا که عادی بود. با لذت است. درباره همو گپ زدم، همین چند کس سوال داد که چخیل. آخه گفتم من همش گفتم هنر وابستگی ندارد با اونی که تو طراحی، مثلا تو آوازخوانی و تو رقاصی، این چیز تماما دیگر مسئله است. مسئله خانه‌داری و دوست داشتنی آشخانه و دوست داشتن روزگار، این تماما دیگر چیز است. بسیار سخنرانی عالی دوستان عزیز. بعد از چند لحظه یک لحظه کوتاه خب برمیگردیم، باز ادامه می‌یابد برنامه خونی تاجیکستان. مهمونی نوبتی ما هستن، انیق‌تر از ما مهمونی اپای مرخصور هستیم. ما رو همراه باشید دوستان عزیز. شما یک سخن بسیار خوب گفتید که نوابسته از اونی که زن در کدام کسب و کار فعالیت میکند، زنی تاجیک پیش از همه باید که پخت و پز کردن رو، روبوچین کردن رو، تازگی رو دوست دارد. همین کارها رو چیکار کند؟ از اودش بروید. یعنی این یک جزء جدا نشونده زن تاجیک، مادر تاجیک، دختر تاجیک است. همین یعنی که زندگی دوست دار باشه. بله. وقتی که زندگی دوست دار میشه، همه را خودت با محبتی، همو چقدر که میگوین دوست میداری زندگی را، فرزند، شوهر، همین خروبتم همو قدر دوست داشتن در کار که انا از تو مثلا همه چیز بولازتر با بولازتر شد برای همو اهل خاندان. پس از او وقتی که یک مهمان میاد، مثلا مثل که ما امروز با واسطه رسانه‌های خبری، یعنی که تلویزیون و مجله ها و دیگر بعضی چیزا که از بر کردمون میآموزیم بله. این با انا خوبتر تاثیر میرسونه. چون که وقتی که تو میتونی، دروغ نیست، وقتی که یک ذره دروغ ساختکاری کار میکنی و دیگه حرکت معلوم میشد. معلوم میشه. در زندگی اصلا ساختکاری نکردم، باور کنید جمشید جون. سلامت باشن دوستان عزیز. اون نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستن، بار دیگر میگویم که شما برنامه با لذت ترین تلویزیون سفینه، برنامه خون تاجیکستان رو تماشا دارید که ترغیبگر خوراک‌های ملی تاجیکی است. یک دویمش این که ما قرار داریم در خانه یک نفری که خوراک‌های ملی رو اونچنان با لذت آماده میکند که من در آخر برنامه میگم چگونه است لذتش، مزه این خوراک و اپای مرخصور آماده میکند. امروز خوراک نام دارد شکرابی 4 مغزی که به طور مخصوص آماده میشود. همین خب کوبک میگوین، من نمیدونم در هر منطقه چی میگن، نمک سنگی که است از نمکی صرف نمکی طبیعی تاجیکستانی عزیز، تاجیکستان زرخیز ما هستند. حتی بین ساختی همین مردم کوهستان چخیل تیار میکنه که سالهای پیشین بود. چوبین هست، البته منم چوبین دارم، بسیار جدا توفا میکنن. یک چیزی که انا برای مثلا میده کردن اینمی 4 موضوع انا که وقتی که ما رو میریزیم، ما در نمک علاقه دیگه ضرورت نداریم به نمک، چون که همین خودش مزهش همش میبره. پس
این نه کم نمک میکنه نه زیاد، قدر که ایرا میکنیم همون قدر به همش جو به جو هست. مثلا از این یگون کمبودین نمیشود، چون که الکی اون نفری که ایرا آموده کرده میتونه خودش میدونه که تا کدام اندازه چگونه. خیلی خوب. من میبینم که پورا یعنی که خب سلسله با سلسله چی میکنیم؟ زینه با زینه کم 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 پیاز رو چهارمغز رو میاندازیم، پورا همین نمک سنگ با نمک سنگ در بعضی منطقه میکتیم میگویند میکوبیم میده میکنیم. چگونه که برای شما معقول است؟ اپای مرغزور وقتی برنامه ما رو میبینن در خب طریق شبکه سفینه، خب در دیگر کشورها میبینند، اونها بسیار من میبینم که مراجعت میکنم میگن که خوراک‌های ملی رو خوردنش رو پزمان شدیم، طبیعت تاجیکستان رو پزمان شدیم. بعد بعضیشون انمون موموهایش رو بیبیهایشون رو بیاد میارند، بعضی دیگر خب مادران رو بیاد میارند که مادر عزیز ما چگونه خوراکای لذیذ میپختند. خب هر یک چی مثلا شما خود از خود همین هنرها رو یاد نگرفتید، یعنی برای شما مادرتون بیبیتون آموخته، کمک از همین دورانی بیغش کودکی قصه میکردید که چگونه بود در دهه؟ میدونی چی جمشید جون، ما اصلا بیبی را دیدگی نیستیم، چون که راستی بیبیامون بر وقت گذشته ما ندیدیم. خب مادر تمامی همین کارو را میتونیست، تمامی هستی. همین مادرم من بسیار وقت میگم در یک محفل میشین سوال میگن مادری من این قدر چیز جمع آورده است، این قدر مثلا برای فرزندو آینده فرزندو فکر کرده است. هنوز خودی من همین خیلم اینم یک چیزی 50 60 ساله پیشم در خونه مای الکی دورم را، یعنی که من او را گم کردنی نیستم. هر یک نقش، هر یک خوراک همه از مادر، درسته. از دهه از مادر ایره آموختم. یعنی شما گفتنی هستید که جوان دختر مخصوصا تربیهش، ادبش، خب هنرمند بدنش، کدبانو بدنش همش وابستگی دارد پیش از همه از مادری که او را تولد کرده است. از تربیتگر میدونی بله. چی میگه که مادر چگونه دختر نمونه. بله. یک خیلی مقوله مردمی هست. بیننده عزیز بینید که چون اینکه اپای مرغزور گفتند گویا که ما در اینجا جرغاد یا چکه ایلوه کردیم، یک رنگ به خود خاص رو گرفت، ولی این طور نیست. نه. فقط چهارمغز است، پیاز است، یک بوی به خود خاص، بوی تاجیکی دارد. باور کنید دوستان عزیز، هر یکی شما بیننده عزیز وقتی که دهات در دهات اون نفرانی که تولد شدن به وای رسیدن میدونن که خب همین دهات یک روحیه خود رو دارد، یک بوی بسیار لذیذ خود رو دارد که ما اکثر وقت همین بو رو برمشم احساس میکنیم و همین دوران کودکی به خاطر میزند. باور کنید همین بو است بسیار یک دورانی خب به آلایش و بیغش کودکی. میدونی چی جمشید جون، حتی دیدی که قریب که دست در همین درون نمیرسد. بله. ولی همون فطیر هم طرز ما میده میکنم در هم دوشو بو به همین قاشق کنم، یعنی که همه چیز چوبی، همه چیز طبیعی. قاشق چوبین طبیعی با در همین طبق چوبین و با قاشق چوبین استعمال کردن من فکر میکنم چگونه کیفیتی دارد. ما نزدیک میشویم اکنون، من فکر میکنم که قریب 60% شکراب چهارمغزی ما آماده شده است که این گونه شکراب را در منطقه همین منطقه که ماست اپای مرغزور به دنیا آمده است در همون منطقه چیکار میکردند؟ اینا آماده میکردن استعمال میکردن. چون همون درخت چهارمغزمون هست، همون مثلا آوی چشممون هست، همون نمک در کوه هست. بسیاری ها بعضی اون اینا پرهیز اونا پرهیز. آخه پرهیز از چی است؟ پرهیز از اون چیزای کیمیایی. از اینا باید پرهیز نکرد. بله. بسیار این چیزا رو میگن. بسیاری آدمایی هستن که مثلا چیزای دونکی میخرن او مثلا هر چی میبره در دست روی کی بله در گلوش. هر کس وابسته که با از اون شرایط زندگیش انا که نوبت اونی رسید که فطیر رو میده میکنیم. و من فهمیدم که اپای مرغزور وقتی که شما انا هنگامی آماده کردن خوراک، خاصتا خوراک‌های بسیار بالذت، خوراک‌های لذیذ ملی زمزمه میکنید، همین درست است؟ و اگر درست باشد زمزمه نو بس از اونی من حافظم، حتی همون پیرزن هم مادرای ما همون مردم دهات داره که این موسیقی میگن نغمه هاست داودی، هر کی ورو داند سلیمان است. بله. موسیقی یک چیزی هست که نو بسته از اونی که تو صنعتکار یا که تو سراینده هستی نیستی کدام کسب کار رو بله میویه. حتی در وقتی همون جروب زدن حولی نگاه میکنی که زنهای ما بنگه میکشن. این بنگه کشی
یعنی زمزمه در امی موسیقی هم هست، یعنی که در امین موسیقی پروفسیونالی ما هم یک ژانر که هست که میگن که بنگه کشی، یعنی زمزمه کنی. देखो दरोज़े देखो दरोज़ गोहे बखरशमाम्यो इव गोहे बनोस देखो दरोज़े देखो दरोज़ गोहे बखरशमाम्यो इव गोहे बनोस. حتی همون دوبایتی که مثلا همون زمزمه میکند میدونی معنیش چی است؟ خاطره که همون هم قدم حیاتش پرتوفته رفته است. میگه که تصویری هم عشق محبتی همون زنبی چی میگه؟ میگه که ای یارکی جون تو همری میگردی در گوشه با مثل پری میگردی در گوشه با مثل پری آدم نیست مانندکی کاغی سحری میگردی دیکو دروزه دیکو دروز گاه بکرشمم ایو گاه بنوز. صداتون خسته نباشد. من حلاوت بردم بینندوی عزیز به یگان محبت. واقعا هم دوستان عزیز وقتی که در یک نفری که خب هنر خود را دوست می دارد، نفری که میهن خود را دوست می دارد، نفری که ملت خود را دوست می دارد، صحبت با این نفر بسیار گوارست، طبعی دل است و باز در جمع این بسیار خوراک لذیذ ملی آماده میکند که نام دارد شکراب چهارمغزی که اکنون نزدیک می شود به همون لحظه های اساسی خود. بعد از یک لحظه کوتاه که برمیگردیم ما همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. خب اکنون بینندگان عزیز پورا بینید که چگونه کف زدن میگن در منطقه ما، در منطقه شما نیست همین طور است؟ بله. در هر منطقه تاجیکستان عزیز هر گونه میگویند. بله، کف زدن، کف میزنند، شکراب رو کف میزنند، خب قرطاب رو از همین لحاظ آماده شد پورا و چیکار میکنیم که اپای ما انا که حاضر وقتی هست که یک انمو چیزایی که آماده کردیم همیرا بالای همین مو مثلا مونیمو میگذاریم البته. برای دیگر میگویم که ما در اینجا خب جرغاد یا چکه ایلوه نکرده ایم، فقط شیره پیاز با انمون خب چی میگن چهارمغز رو کوبیدم با سنگ طبیعی نمک سنگ این گونه شد و فطیر رو ریزه کردن که فطیر بسیار بالذت با آردیوسیابی چگونه است خودشون اپای مارخصور خودشون پختند به اون خاطر که بسیار طول نکشد انمون برنامه ما. اکنون بعد از میده کردن و مهر و محبت وارد کردن پیاز رو میده ریزه کرده شده بود. پیاز در یک ظرف مخصوص اون رو گرفتن ایلوه کردن، آرو دادن. بعدا کبودی ها است، کبودی ها رو میدن. کم که پیشتر ما به خاطر اون آماده کردیم که وقتی همون طول نکشد. بله. ما گفتیم که پامیدور است، کبودی است، گفتیم پیاز است برای استفاده شکراب چهارمغزی استفاده بریم کبودی ها، پامیدور، پیاز، شلغمچه سرخ میده، شلغمچه سرخ و اساسش این است که چی است؟ چهارمغز، شکراب چهارمغزی. گفتن که
اکنون استعمال میکنی این خوراک رو، بعد راحت جان است. و مثلا من چی میگم زنهای ما باید که انا خوب از بر کنن همه چیز. اینا من میگم که مناسبت خوب نداشتن و از آن همه امروز که تکنیک پیشرفت است، همه چیز کامپیوتر تو حتی رباتای پیدا شده است که دیگه تا خوراک آخه شما پشتی باید ربات دیگر نروان همه بیننده و جوانی ما امروز وقتی که یک چیزی ملی سر توزه ملی را اگر بکنی او میگن که ای عقیمانده است، ای عقیمانده همونایی هستن که امروز پشتی همون چیزهای بیگانه پرستی میکنن. درست. بیگانه انا همون است. مثلا بعضا میشود که ای آدم عقیمانده این عقیمانده نیست، همون نفر که عقیمانده میگه اون عقیمانده. بله. این را ببینی که اینا دوداری عزیز همه چیز مثلا چی بدی داره که هر یک کدبانی ما هر یک مادری ما مثلا همین را آماده کنه. بله. یک جای دست حتی تر نمی شود از خاطر که همه چیز آماده. ایره ببین اولی مزه و لذت ایره ببینید. نمایش رو ببینید چگونه است. نمایش رو ببینید بیننده عزیز. دوستان عزیز بالاخره آماده شد، فقط چیش مونده است؟ سر میز نشسته با همراهی اپای عزیزم هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان ما رخسار صفیه و استعمال نماییم که من فکر میکنم که یک لذت بالا دارد. با اون خاطر که الکی بوی بامزگی انامین شکرابی چهارمغزی انامین خاندان رو فرا گرفته است. میدونی چی؟ تنها وطن از همین خانه خودش دوست دارد، عائله خودش اگر دوست دارد، فرزنداش دوست دارد، وطن دوست می‌دارد. اون نفری که در خانهش اگر که قدر قیمتی نداره، که دوست داری خاندان و آشخانه و همون درون یک خانه که میده خودش نیست، اون وطن دوست می‌داره، اون مادر دوست می‌داره، اون حس ملی داره، هیچی نداره. و فکر من همین من میفهمم، چون که دوست داری وطن از دوست داری از همین خانه خودت سر. درست است. حق و جانی رو شما. تشکر زیاد. دوستان عزیز بعد از یک لحظه کوتاه برمیگردیم و می‌نشینیم سر دسترخوان اپای مورخسور، استعمال میکنیم و میچشیم شکرابی چهارمغزی رو. همراه باشید، بعد از چند لحظه برمیگردیم. بالاخره رسیدیم به نقطه اساسی برنامه. مرحمت اپای عزیز، سر دسترخوان اپای عزیزم نشستیم. اکنون استعمال میکنیم، میچشیم خوراک بسیار قدیمی و لذیذ شکراب چهارمغزی رو که باور کنید من اکنون دیگر طاقت ندارم. چیکار میکنیم؟ مرحمت بویشو باشید اپای عزیز. سلامت باشین. مرحمت شما یک میچشیم. بله. یک چیز هست اینجا. خب اصلا این شکرها به همین دست بخری به دست بسیار لذت هم به مزه های. لکن انا چی علاج که بعضا چیزایی هست که برنامه سازی همون انا طلب همین مثلا بله قاشقی که در دست داریم، البته این ضرورت داریم، چون که یک تنها برای یک دسترخوان امروزه حاضر نشستی ما نیست. این بیننده های مثلا سیاحان و دیگر جوهایی هستن که ممکن که یک کمک که از همین دیگر فهمند برای همین مرحمت بایشته باشید. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. میچشیم اکنون این خوراک بسیار بالذت رو که من دیگر باور کنید طاقت نیست دیگر. اپای مورخسور، من اکنون در مهارت ملکه سرایندگی شما و قبل گپ نداشتم. اکنون من در تشکر زیاد در مهارت اکنون در مهارت کدبانوی شما دیگر گپ ندارم. بیننده عزیز این رو اگر فقط شما خودتون باشید و بچشید که چگونه لذیذ است، باور کنید با اجازت شما. با اجازت شما دیگر اکنون اکنون مردمی که در دیه به اویا میرسه در کوهستان اصلا همین یک طبق مثلا شکر و کروتو یا که آش بریده را به همسویه نمیخورد، یعنی که به همنشین نمیخورد. برای همین هم مهر زیاد بود در دوره پیش، محبت زیاد. بله.
اون محبتی که با آماده میکردگی همین خوراک بود، اون با محبت زیاد با اونو مهر زیادتر مثلا میداد و امروز خدا کند که مردم یک کمک که رو بیاره به همین خوراکای ملیش، خوراکای همه چیز قدیمی خیال باور میکنم الان نور میشه. بسیار سپاس برای خوراک بسیار بلذت. شکرابی چهارمغزین بسیار لذیذ است. و در آخر چی گفتنی هستید؟ در آخر من گفتنی هستم که از همین جوان دختران، البته مادران، همه این چیزا رو میدونند، بسیار با ننگ ناموس در زندگی باشند و برای مثلا بر خانه دیگر شوهر کردن رفتن الکی آماده باشند در زندگی. من مثل فکر میکنم و پای همون خوراکایی که از خارج میبینن و از اینترنت دیگر او قدر نروند، چون که امروز ناراضگی برای که مثلا یک کمی فربهی و دیگر کسل ها زیاد شده است، از همین پختنی ها یعنی که از همین خوراکای قدیمی ملی مردمی خودمون استعمال کنن. بله. آماده کردن ایره اول در خانه های مادر و پدرشون یاد گیرن، پس با قدم های نخستینی که به خانه شوهر میگذارن استوارانه قدم گذارن و چی گفتنی هستم، بسیار با تمکین باشن، با صبر و طاقت باشن، چون که امروز متاسفانه در زندگی ما بیشتر بعضا می شود که جداشوی اویله ها زیاد شد. جداشوی از نمین میبروید، از همین دسترخوان سری مادر و پدر، از سری دسترخوان مادر و پدر که کرکرانه سرسری مثلا تربیه میکنن، امروز وقتی که به خانه شوهر میرون از ناهودبرویی در اویله های ما جداش رسن. با اونا گفتنی هستم که آموزن، همه پیش از همه از همین خوراک های ملی مردمی بخبر باشن، از طب و تمیز بخبر باشن، از احترامی اویله که در اویله دیگر ورید میشن. تنها البته اویله دیگر نه، در کارگاه، در دانشگاه، در جایی که میره مثلا در همون 4-5 نفری که مینشینی یک احترام خاصه خود باید نگه داشت. درست است. ما با شما در نوبت خود برای موفقیت میخونیم، برای موفقیت میخواهیم و من باوری کامل دارم که شما میلیون ها مخلص دارید و باوری کامل دارم که باز بعد از آماده کردن این خوراک لذیذ باز مخلصان شما بیشتر میگردند و انمون صورت‌های بسیار خب دلنشینی که دارید باز انمون صورت‌ها زیادتر باشد و باز دل مخلصان، دل کلی تاجیکان جهان را شما تسخیر سازید. سلامت. بسیار سپاس، یک جهان تشکر. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی خانی تاجیکستان از خانه اپای ما رخسار با آخر میرسد. من باوری کامل دارم که هر یکی شما چون که امروز اپای ما رخسار خب یک سهم کوچک خود را گذاشتن در رشد هنرهای مردمی، خاصتا خوراک‌های ملی. شما نیز سهم خود را میگذارید و خوراک‌های لذیذ تاجیکی را برای خود، برای فرزندان، برای شوهر، برای اهل اویله آماده میکنید. تا دیدار نوبتی، سلامت و پیروز باشید. خیر دوستان. جهانی سپاس.